مردی میگوید مثل همیشه با همسرم جر و بحثمان شد و عصبانی شدم. سرش داد زدم تا اینکه برایش گفتم وجود تو در زندگیم هیچ معنایی ندارد. کاری که تو برایم میکنی هر خدمتکاری هم باشد میتواند برایم انجام دهد. همسرم با چشمانی پر از اشک نگاهی به من انداخت و فوراً به اتاق دیگر رفت و من هم دراز کشیدم و بی خیال همه چیز خوابیدم. فردا که بیدار شدم همسرم بدنش سرد بود. تا رساندمش بیمارستان کار از کار گذشته بود و جانش را از دست داده بود. بله، جسدش را دفن کردیم و خیلی چیزها را احساس نکردم. درست که یک کم غمگین بودم، ولی میگفتم یکی دو روز دیگه فراموشش میکنم. بعد از مراسم عزا برگشتم خانه، ولی احساس میکردم دلم در یک قفس بزرگ زندانی است. احساس میکردم سینه‌ام را فشار میدهند. جای خالی بزرگی را در خانه احساس میکردم. احساس میکردم دیوارها به هم نزدیک میشوند. بعد از 2 روز عزاداری هم تمام شد. فردایش دیر بیدار شدم برای رفتن به سر کار. وقتی دیدم همسرم نیست تازه یادم افتاد که دیگه او نیست که صبحها زود از خواب بیدارم کند. دیگه تا ابد برای رفتن به سر کار باید روی پای خود بایستم. با دردی ملموس و آرام اولین چیزی که احساس کردم این بود دیگر تلفن‌ها و احوال پرسی‌های روزانه نماند. نیازمندی‌های خانه تمام شد. این را برایم بیاور، این را می‌خواهم، این تمام شده است. اینم تمام شد که کسی بگوید چاش چه می‌خوری که برایت بپزم. با خودم میگفتم آن زنگ زدنها بیزار کننده بودند، ولی نه. یادم آمد که از روی دوست داشتن من بود. کلمات لطیفش را به یاد دارم، ولی هیچ وقت به زیبایی باهاش برخورد نمی کردم. پیش دوستهایم می رفتم، می خواستم فراموشش کنم، ولی وقتی خانه می آمدم خیلی هواخواه دیدن خنده هایش بودم. میوه و غذا می آوردم. خانه منتظر بودم کسی بیاید بگوید چرا فلان چیز را نیاوردی. اما نه، دیگر یک خانه سرد و بی‌حس بود. وقتی می آمدم دیگر از جلوی در بوی غذایی نمی آمد. آن وقت هایی که می آمدم خانه خوش آمدگویی هایش را حرف های سرد می دانستم، ولی حالا تمنای یک خوش آمدگوییش را دارم. خانه بیروح شده بود. خانه ای خاموش شبیه گورستان. دقیقه ها در خانه مثل ساعت ها می گذشتند. خدایا، روزانه چند ساعت تنهایش می گذاشتم بدون اینکه به احساساتش توجهی کنم. چقدر محدودش می کردم و به خوشیهای خودم فکر می کردم و بدون توجه به چیزی که او دوست داشت چیزهایی را می پسندیدم که خودم دوست داشتم، نه اینکه او دوست داشته باشد. به شدت دعا می کردم و اشک می ریختم که یک دفعه همسرم دستانش را روی شانه‌ام گذاشت و گفت برخیز، نماز صبح است. خدایا شکرت که این تنها یک خواب بود. دستانش را گرفتم، هنوز چشمایش پر از اشک بود. با بغض گفتم ای بهترین زن دنیا، دوستت دارم. زندگی بی تو سخت است. عزیزم دیگر گریه مکن. این اشک ها برای چیست؟ گفت نفس نفس میزدی دلتنگ شدم. نکنه چیزی شود. میدانستم خواب بدی دیدی. ای مردان، آگاه باشید از گوهری که زیر دستانتان هست و تقوا داشته باشید. همسر خوب یکی از بهترین نعمتهای خداوند است.